درود بر شما بینندگان ما. شکر پروردگار که باز امروز ما را به دیدار هم رسانید. با تمنای اینکه همگان تن صحت و سلامت هستید، برنامه تحلیلی خبری پیام نیوز را آغاز می‌کنیم. اینک دقت کنید. نامگوی موضوعهایی که درباره‌شان امروز خواهیم گفت. آب در کوزه و تشنه لب می‌گردیم. بحث تنقیصی آب در بناهای بلند آشیانه پایتخت. به قید گرفته نشدن گرفتاری ویروس کرونا در تاجیکستان را رسانه‌های جهانی شبهه برانگیز می‌دانند. برنامه دعوت بهاری به صف نیروهای مسلح کشور آغاز شد. باز هم بازار خرید و فروش سرباز و بچه دزدان گرم می شود. شمار اثردزدان و عالمان قلبکی در تاجیکستان می افزاید. باز دیسرنیت اثردزدی یک عالم ساحه طب را آشکار کرد. زمان است که بحث آب در بلند آشیانه‌های پایتخت و برخی از نواحی کشور داغ است. نفران زیاد از نبودن آب در آشیانه‌های بالاتر از سوم و چهارم می‌نویسند. دیه و شهرک‌های زیاد در کشور از آب آشامدنی تنقیصی می‌کشد. در همین حال مقامات و سازمان جهانی بهداشت از مردم می‌خواهند برای پرهیز از گرفتاری به کرونا زود دستهای خود را بشویند. در روزهایی که مردم کشور به خصوص شهرها بیش از هر وقت دیگر به آب نیاز دارند، ساکنان بلند آشیانه‌ها از دسترسی به آن محرومند. بیشتری آنها آب را دستی می‌کشانند و از استفاده زیادی آن بنابر کمبودش و زحمت طلب بودن کشاندنش خودداری می‌کنند. شرایط بسیار گوارا برای هر ویروس. هر نفری را می‌تواند ویروس در این حالت شکار کند. بیشتری کارشناسان به این نظرند که مشکل اصلی آب در پایتخت از حساب قبورهای کهنه شده زمان شوروی است که توان رسانیدن آب به بناهای تا رفت افزاینده را در دوشنبه ندارند. از یک طرف اگر آن قبورها برای همان مقدار بنای پیش بینی شده‌اند که در زمان شوروی وجود داشت، از طرف دیگر مهلت استفاده آنها کیها تمام شده است و باید نو کرده شوند. مشکل را صرفه‌کاری ساختمانچی‌ها و فساد در اداره‌های اجازتنامه‌دهی بیشتر می‌کند. چون اکثر شرکت‌های ساختمانی به خانواده رئیس جمهور و افراد نزدیک به خانواده و وزیران و کبیران متعلق است، هیچ اداره جرأت طلب کردن استانداردهای ساختمان از آنها را ندارد. این صاحبان کریشه کلان هر مشکلی پیش آمده را با یک زنگ تلفنی و حتی با نشان دادن عکس رئیسشان حل می‌کنند و به قبورهای عمومی پیش بینی شده برای خانه‌های زمان شوروی پیوست می‌شوند. به کافتن چاهه، کشاندن قبور و یا عوض کردن قبورهای شکسته و فرسوده محله به ساختمان نو قبورهای زمان شوروی را پیوست می‌کنند. در نتیجه آب نه تنها به آشیانه‌های بالاتر ساختمان‌های خودشان نمی‌رسد، بلکه از آشیانه‌های خانه‌های قدیمی آب را می‌گیرند و آنها نیز از آب محروم می‌شوند. برای مثال یکی از ساختمانچیان اساسی کشور خدای رئیس جمهور بیگ صبوری است که یک استاندارد را رعایت نمی‌کند و کسی تا به نزدیکی به قول پیشکش را پیش نمی‌گفت، چون او خدای رئیس جمهور بود. تنها بعد مورد خشم جنابشان قرار گرفتن بیگ معلوم شد که هیچ بنای ساخته او به طلبات استاندارد جوابگو نبوده است. ولی چرا در کشور به خصوص پایتخت که به گفته لگنبرداران رژیم به دبی و پاریس تبدیل شده است 20 سال است که مشکل آب و آبرسانی حل نمی شود؟ آیا سبب نرسیدن مبلغ است یا چیزی دیگر؟
تحقیقات نشان می‌دهد که برای تامین آب چی در پایتخت و چی در شهر و نواحی دیگر حکومت کشور صدها میلیون دلار کمک دریافت کرده است. حالا پایتخت را که از همه نعمت‌ها از همه پیش برخوردار می شود و میلیون ها دلار برای آبیاری کمک‌های از انستیتوت‌های اقتصادی جهانی دریافت کردهش را یک سومانیم. در این باره گپ نزنیم. تنها به ولایت ختلان بانک جهانی ماه سپتامبر سال گذشته سال 2019 58 میلیون دلار پول جدا کرد. ولایت ختلان 4 شهر و 21 ناحیه دارد. به هر یک شهر و ناحیه زیاده از 2 میلیون دلاری میرسد. این مبلغ کم که نیست. ولی همانا چندین بلاگرهای تاجیک را میبینیم که در گرد و اطراف ولایت ختلان از مهاجران پول جمع کرده آبیاری کرده گشته‌اند. های بلاگرها، آبیاری میکنید، کار خوب میکنید، اما به کیسه مهاجر و تاجر چشم اندازی را یک سومانید و یک حکومت را گوید که این مبلغ ها کجا شد؟ مبلغ هایی که برای آبیاری بانک جهانی و دیگر انستیتوت های اقتصادی داده اند. بگوید پول را ده، مهنت از ما. لیکن کار شما بلاگرها شکرانه کنی و تحسین خوانی به جنابتان. شما کیسه مهاجر و تاجر بیچاره را رفته آبیاری میکنید. پولهای محض به آبیاری جدا شده به کیسه جنابتان میرود. شکرانه کنید. آزاده رحمان دختر جنابتان سال 2015 نگرانی از آن داشت که 40% اهالی به آب آشامیدنی تامین نیست. رسانه ها را یک تگرو کنید، بخوانید. این هم در حالی بود که سالهای 2005-2015 10 سال همچون 10 ساله بین المللی عمل آب برای حیات قبول شده بود. ولی بعد 10 سال عملی سازی این برنامه باز هم نیمی اهالی از تنقیصی آب اذیت میکشند. حالا باشد طبق تخمینی بعضی کارشناسان 50% زیادتر اهالی کشور دسترسی به آب آشامیدنی ندارند. همه به پیش حرکت کنند، ما به قفا. چرا محترم جنابان؟ آخر میگفتید که در یک کشور غنی از آب چرا در پایتختش آب نیست؟ چرا در شهرهای کلانش آب نیست؟ چرا برنامه های شما اجرا نمی شود؟ میلیون ها دلار کمک را میگیرید، کجا می روند؟ بینندگان عزیز، در همین حال باز ایده پیدا شده اند که ساکنان پایتخت را گناهکار میکنند که مدنیت شهرداری ندارند، همگی پایان فرامده جامعه‌شویی میکنند. در عصر 21 که عالمیان وظیفه جامعه‌شویی را کیها به ماشین جامعه‌شویی سپرده است، بیچاره مادر تاجیک در هوای سرد مجبور می شود به خاطر سنگین بودن مهنت آبکشانی به بلند آشیانه در پایان فرامده جامعه‌شویی کند. باز هم ملامت می شنود که مدنیت شهرداری را رعایت نمی کند. باید انصاف کرد دوستان. باید این ملامت سوی آنهایی کرده شود که در عصر 21 بیشرمانه مبلغ‌های برای آبیاری جدا شده را به کیسه های خود میزنند و مردم را به این حال گرفتار میکنند. تماشابینان عزیز، تحقیق بیشتر در این باره انشاءالله فردا در پایگاه پیام نشر می شود. خواهید دانست که چرا قبورهای از زمان شوروی مانده تعمیر نمی شوند.
خواهید فهمید که چرا با بلند آشیانه ها در پایتخت آب نمی براید. پول هایی که برای آبیاری جدا می شوند و کمک های اینستیتوت های اقتصادی جهانی برای آبیاری در اصل به کیسه کیها ریخته می شود. آگاه خواهید شد. اکنون همکارم صفیه از چند خبر و رویدادهای دیگر شما را آگاه می کند. پذیرا باشید. رسانه‌های مشهور جهانی به قید گرفته نشدن گرفتاری ویروس کرونا در تاجیکستان شبهه می‌کنند و به تاجیکستان توجه کردند. پایگاه اطلاعاتی تحلیلی CNN ضمن یک مطلب درباره کرونا با عنوان رهبران پرقدرتی شوروی سابق برای مقابله با کرونا عرق، هوکی و طب مردمی را مشورت می‌دهند. طرز برخورد مقامات بلاروس، تاجیکستان و ترکمنستان به کرونا را بررسی کرده است. در مطلب آمده است با اینکه همسایه‌های نزدیکترین این کشورها با موج سرایت کرونا مقابله می‌کنند، این حکومت‌های سرکوبگر سابق اتحاد شوروی کار را به شیوه معمولی پیش می‌برند و رهبرانشان برای مقابله با پاندمی مشورت‌های غیرعادی می‌دهند. صاحبان این مطلب می‌نویسند که در تاجیکستان رئیس جمهور امامعلی رحمان معرکه‌های سیرودم برپا کرد، در حالی که کشور ایران گرفتار به اپیدمی تجلیل نوروز را محدود کرد. در تاجیکستان در ورزشگاه خوجند جشن عظیمی با شرکت مردم زیاد برپا شد. همچنین پایگاه تحلیلی یورازیا نت مطلبی را با نام تاجیکستان جشن در وقت کرونا به نشر رسانیده گفته است. رهبریت تاجیکستان دعوت‌های سازمان جهانی بهداشت درباره خودداری از برگزار کردن معرکه‌های سیرودم را نادیده گرفته، روز 22 مارس در خوجند با شرکت 12,000 مکتبیان و دانشجویان عید نوروز را تجلیل کرد. نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در تاجیکستان در همین حال نگرانی می‌کند که خدمات طبی و آمادگی کسبی کارمندان طب در تاجیکستان کمبودی دارد و این زمان توان مقابله کشور با پاندمی احتمالی را زیر سوال است. ژورنالیست تاجیک رمزی میرزابک و به یورازیا نت گفته است که اگر ویروس به تاجیکستان راه یابد وضع از ایتالیا هم بدتر می شود. میرزابک و گفته است اگر ایتالیا از نظر ذخیره‌های انسانی و فنی کمبود احساس کند ما اصلا چیزی نداریم. تا امروز 1 اپریل شمار سرایت یافتگان از کرونا در سراسر دنیا به 885,600 نفر رسید. طور سازمان جهانی تندرستی خبر می‌دهد 42,100 نفر بر اثر این بیماری فوتیده، 178,000 نفر معالجه و شفا یافتند. شمار سرایت یافتگان در ایالات متحده آمریکا 188,500 نفر را تشکیل می‌دهد. در 5 کشورهای دیگر که اوج سرایت یابی به نظر می‌رسد، شمار دچار شدگان در ایتالیا 105,700 نفر، اسپانیا 95,900 نفر، چین 81,500 نفر، آلمان 71,800 نفر و کشور فرانسه باشد 52,100 نفر می باشد. در روسیه 2337 نفر به کرونا گرفتار شدند. در خود شهر مسکو 1613 مبتلای این ویروس کشنده شدند. از جمله سردختور بیمارستان در کامونارکا دنیس پروتسنکو که هفته گذشته ولادیمیر پوتین با او خورده بود از کرونا سرایت یافته است. در ازبکستان باشد شمار سرایت یافتگان از کرونا به 172 نفر رسید. در قرقیزستان باشد تعداد گرفتاران کرونا 94 نفر اعلان شد. در تاجیکستان حالتهای سرایت یابی از کرونا تا حال به قید گرفته نشده است. از امروز 1 اپریل در تاجیکستان برنامه دعوتی بهاری به صف نیروهای مسلح کشور آغاز گردید و آن تا 31 می ادامه خواهد یافت. شیرین اسمت‌الله زاده معاون نخست وزیر تاجیکستان رئیس کمیسیون دعوتی جمهوری انتخاب شد. در ماه‌های اپریل و می سربازانی که مهلت خدمتشان پایان یافت به ذخیره فرستاده می‌شوند. جوانانی که به سن 18 رسیدند و نفرانی که حقوقی به تأخیر اندازی یا آزادشوی از خدمت سربازی را ندارند به خدمت دعوت می‌گردند.
ҳамасола 15-16 ҳазор нафар ҷавон дар тоҷикистон ки синнашон аз 18 то 27 аст ба хидмати сарбозӣ мераванд. бар асоси додаҳои расмӣ шумори ҷавонони синни даъват дар кишвар 600 ҳазор нафар аст. 150 ҳазор нафари онҳо аз хидмати сарбозӣ озод шуданд ё лоиқи хидмат нестанд. аз миёни 600 ҳазор нафар ҷалби 16 ҳазор нафар сарбоз ҳамасола дар мавсими даъват ба хидмати ҳарбӣ ба як бозори хариду фурӯши одам табдил меёбад. бино ба ҳисоби коршиносон тақрибан 50% сафи қувваҳои мусаллаҳ бо роҳи иҷборӣ ва аблава пур карда мешавад. ба хотири раҳоӣ аз аблава ҳамасола тақрибан 400 ҳазор нафар ҷавонони синнашон лоиқ ба хидмати ҳарбӣ ба коркунони мақомот ва комиссарияти ҳарбӣ ришва пардохт мекунанд. ин дафъа пойгоҳи Дисернет асардуздии як олими соҳаи тибро ифшо кард. дирӯз 31 март пойгоҳи Дисернет навишт ки Сангинов Абдурасул Бобоевич, мудири кафедраи физиопулмонологияи донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Синоро бо роҳи дуздии асар унвони докториашро ба даст овардааст. физиопулмонология як бахши илми тиб аст ки роҳҳои табобати бемории сил, туберкулёзи шушро таҳқиқ мекунад. тибқи маълумоти додаи Дисернет, Абдурасул Сангинов ки соли 2011 рисолаи докторӣ ҳимоя карда буд, дар рисолааш асарҳои олимони русро бидуни овардани номи онҳо ва истинод ба асарҳояш рӯйбардор кардааст. ҳамчунин Дисернет хабар додааст ки санаи 28 ноябри соли 2019 шӯрои диссертатсионии Маркази миллии таҳқиқоти тиббии ҷарроҳӣ ба номи Вишнёвскии Вазорати тандурустии Русия тавсия дод ки Сангинов аз унвони доктори илм маҳрум карда шавад. гуфтанист моҳи гузашта раис ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо олимону зиёиён аз ин ки беш аз 40 мавриди асардуздии олимони тоҷик аз ҷониби Дисернет фош шуд, изҳори нигаронӣ карда гуфт: олимони асардузд бо чунин амал обрӯи ҳам худашон ва ҳам илми тоҷикро ба замин мезананд. эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин аз пайи унвони илмӣ давидани мансабдоронро ба боди танқид кашид ва гуфт: аз ин ба баъд ҳар мансабдоре ки ҳаваси кори илмӣ дорад, бояд аввал аризаашро навишта аз мансаб биравад ва сипас ба илм машғул шавад. эмомалӣ Раҳмон дар он суханрониаш ҳамчунин хостори барҳам додани Академияи илмҳои тиб шуд ва гуфт: ин ниҳод дар 10 соли охир бо вуҷуди имконоти фаровоне ки табиати Тоҷикистон дорад, ягон дорӯи бозоргир ихтироъ накардааст. ин ҳам дар ҳолест ки худи Эмомалӣ Раҳмон соҳиби зиёда аз 70 китобу рисола аст ва ҳамаи асарҳояш дар замони раис ҷумҳур буданаш ба чоп расидаанд. ба ин ки Эмомалӣ Раҳмон асарҳояш бо дасти худаш навиштааст, аксарият шубҳа мекунанд. اینجا نهایت برنامه امروزه پیام نیوز است. با امید دیدار در روز دیگر. خیر. السلام علیکم و رحمت الله. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net